شما خواستین موج درمانگر که همون الکترومغناطیسه عرض کردم ببینید شما قابل رؤیته. یه تختی آوردیم از طریق دوستان اینجا، آقای هم اینجا خوابوندیم، ولی چون مریض نیست امواج کمتری از من میگیره، امواج مریض بیشتر میگیره و وقتی فردی مریضه اثر بیشتری میشه روش گذاشت توی فرد سالم. من اینجا فرد سالم رو خوابوندم، ولی فقط اینجا منظور نمایش دادن امواجی است که من صحبت شد در مورد الکترومغناطیس میگم. حالا رو این فرد من کار میکنم و بعد ملاحظه میکنید که من به چه صورت الکترومغناطیسی که در بدنم هست با این شخص تبادل میکنم و اینو اگر دردی ناراحتی داشته باشه آرومش میکنم. حالا میخوام به یک نقطه سینوسش من موج بدم. حالا داره یه نقطه موج میگیره. حالا میخوام دستم عوض کنم، فرضاً برای سردردشون داره، میخوام رو سردرد قسمت کار کنم و موج بدم. یا میخوام به یک از نقاط بدنش که ریسمان‌های نقره‌ای وصله موج بدم. اینجا ریسمان نقره‌ای وصله، وقتی که موج میدم تمام این قسمت رو تحریک میکنم و تأثیراتی براش میذاره. ملاحظه میکنید که امواج کاملا قابل رؤیته که شما گفتید میشه دید. بله، هم میشه دید هم میشه ثبت کرد. یا به یکی دیگه از ریسمان‌های نقره‌ایش که مرکز چونه است خیلی اعمال انجام میده، میخوام اینجا موج بدم. با نوک انگشتم که همون تو کتابم نوشتم الکترومغناطیس این قسمت رو کاملا موج میدم و ریسمان نقره‌ایش تقویت میشه و این ناراحتی که به این ریسمان مربوطه این درمان میشه. من این قسمت میخوام بهش موج بدم. یا این قسمت لاله گوش. این تبادل انرژی من با ایشونه البته الکترومغناطیس بدن که ما 90% ناراحتیامون مربوط به کمبود الکترومغناطیس بدنه که وقتی ضعیف میشه ما مریض میشیم. من معتقدم اگر این علم وارد علم پزشکی بشه واقعا مرضها از بین میره، چون من تمام مرضها رو با این کارم خوب کردم، حتی قدرت رو آب کردم توسط این. خب ملاحظه فرمودید این امواجی بود که من گفتم خدمتتون. موج قابل رؤیته، موج قابل تشخیصه، موج قابل درکه، موج ما میتونیم ثبت کنیم و ارائه بدیم که این موج وجود داره. البته خب یه سری هم هستن افراد ناآگاه به عنوان یک کتابی رو میخورن، به عنوان انرژی درمان میرن تو جامعه. در هر کاری افراد درست و صالح و ناصالح هستن. اینی که ما نباید به خاطر 4 نفر افراد ناصالح حقایق رو ندیده بگیریم و کتمان کنیم، بگیم وجود نداره. خب این قابل قبول نیست. حالا 4 نفر سوء استفاده میکنن، مگه از اتم همه به نفع بشریت استفاده میکنن؟ به ضرر بشریت هم استفاده میکنن. در همه کارها افراد
خوب هست، افراد بد هم هست، ولی نباید ما مطالب رو نادیده بگیریم. خیلی متشکرم ازتون. خیلی متشکرم استاد.